این ادیت رو نبینی از دستت رفته. نتیجهش آخر ویدیو ببین. اول وارد این شات بشید، ویدیو رو بزنید و حالا نیو رو بزنید. حالا بیاین از قسمت پوتو هر عکسی که میخواید رو انتخاب کنید. این قسمت یه نوار ابزار داره که شما گزینه اولی رو بزنید و عکستون رو اینجوری با صفحتون فیکسش کنید. حالا بیاین روی PIP بزنید و اول کپشن رو بخون، بعد برو از کانال تلگرامم این ویدیو رو دانلود کن. بیارش روی صفحه و اینجوری بزرگش کن. حالا روی این گزینه بزن و این دایره رو بیار روی رنگ سبز که کامل رنگ سبز محو بشه. این نوار اولی رو بذار روی 100% و نوار دومی رو بذار روی 67%. و حالا روی عکس یه ضربه بزن و تایمش رو با اون ویدیویی که اول گذاشتی یکی کن. اینم میشه نتیجهش.